تا حالا فکر کردین محبوب ترین نوشابه جهان چطور به وجود اومده؟ یه داروی عجیب که تبدیل شده به یک برند میلیون دلاری. امروز قرار تاکچه کوکاکولا رو از اولین روز تا الان بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. امروز هم قراره بریم سراغ یکی از معروفترین نوشابه‌های جهان، یعنی کوکاکولا. آقا همین اول بگم تا یادم نرفته، احتمالاً موقعی که این ویدیو رو تماشا میکنید سال تحویل شده، پس من هم همین الان به شما تبریک میگم. امیدوارم در کنار خانواده خوش و خوشحال زندگی کنید. آقا بیشتر از این حاشیه نمیرم تا شما هم خسته نشید. بریم سراغ ویدیوی امروز. آقا شما رو میبرم به اون سال 1886. یه داروساز به نام جان استید که یه سرباز قدیمی بوده دنبال یه داروی گیاهی برای درمان اعتیاد و مورفین میگشته. نتیجه تحقیقاتش هم شده یه نوشابه خاص که از ترکیب برگ کوکا و دانه کولا تشکیل شده که بهش میگن کوکاکولا. حالا شاید با خودتون بگید مرد حسابی اگه دارویی برای درمان اعتیاد بوده پس چرا اینقدر معروف شده؟ متاسفانه اونها با اولین تبلیغ معروف شدن. دلیلش چی بود؟ اونا در اولین تبلیغ به مردم ایمان دادن که با استفاده از این نوشیدنی میتونید سردرد، افسردگی، خستگی و خیلی چیزای دیگر رو درمان کنید. اما داستان از جایی شروع میشد که کوکاکولا از دارو بودن خارج شد و یه چیز جدید رو ساخت. بعد از مدت‌ها یه تاجری به نام آسا کندلر پیشگام شد و فرمول را تغییر داد و یک تبلیغات گسترده باز شد این نوشابه خیلی سریع توی آمریکا معروف بشه. تا اونجایی که یادم میاد تبلیغات کوکاکولا همیشه خاص بوده، از شعارهای خلاقانه تا استفاده از سلبریتی ها. این باعث شد مردم عاشق این نوشابه بشن. تا سال 1904 هنوز مقدار کمی کوکائین توی نوشابه وجود داشت، ولی بعد از اعتراضات زیاد شرکت مجبور شد کوکائین رو حذف کنه. بعد از این تغییر کوکاکولا مرزهای آمریکا رو شکست و به کل دنیا صادر شد. جنگ جهانی دوم هم به رشدش کمک کرد، چون دولت آمریکا اونو به سربازاش میداد و باعث شد جهانی بشه. در دهه 1950 یه رقیب جدی به نام پپسی وارد بازی شد. جنگ تبلیغاتی بین این دو برند خیلی معروف شد. حتی تبلیغات تست مزه که باعث شد پپسی یه مدت محبوب تر بشه تاثیرگذارتر. اما کوکاکولا یه برگ برنده داشت، تبلیغات احساسی و خاطر انگیز که تونست قلب مردم رو به دست بیاره. البته اینم یه نمونشه که تبلیغی از بابا نوئل و خرسای قطبی. فرمول دقیق کوکاکولا هنوز یه راز خیلی مهمه که فقط چند نفر ازش خبر دارن. این فرمول توی یه گاف صندوق در آتلانتا نگهداری میشه و یکی از بزرگترین رازهای تجاری دنیاست. الان کوکاکولا توی بیش از 200 کشور فروخته میشه و روزانه بیش از 1,900,000,000 نوشیدنی از این برند مصرف میشه. پس از یه داروی عجیب تا یکی از بزرگترین برندهای دنیا.
شما کوکاکولا رو بیشتر دوست دارید یا پپسی؟ توی کامنت ها نظرتون رو بگید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب. خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.